آره 4-0 دوباره. این 4-0 به 2 پست قبلی مربوطه. خیلی دوست دارم که انسان‌های بیشتری به این مسیر بیان و بدونن که خدای ما چقدر خدای قدرتمندیه. یه خدا داریم که اسم اون خدا خدای پوله و شما فقط پولو میبینی و پولو میپرستی و صبح تا شب داری برای پول میدوی. خب اون خدا که اصلا قدرتی نداره، اون خدا کاغذیه، مثل بت میمونه. بتایی بود که چند سال پیش میپرستیدن، یه همچین چیزیه اون چیزا. خب میگه ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده. راهو نشونت داده، خیلی وقت راهو نشونت داده، فقط باید برید برداریش دیگه، باید بری برش داری. نفس بکش، بعد نفس از شیطان میاد. شیطانو خاموش کن، شیطانو صداشو ببر. خیلی زر میزنه تو سرت، خیلی هر چیزی که تو فکرت داری فکر میکنی ذهنت شیطانه و اون صدای تو سرته، جای دیگه ای نیست. خب بذار من اینو تمیزش کنم که از نور آمدیم به جسم، از هیچ شدیم جسم، لخت اومدیم لخت میریم. داداش آبجی خواهر برادر من، لخت اومدی لخت میری. اگر الان لباس تنته خدا رو شکر کن، چون لخت میری از اینجا و تنها چیزی که با خودت میبری عشق است و محبت است و باقی همه هیچ. تنها چیزی که با خودت میبری آگاهیه و شعور تو سرته. کفشت مهم نیست، ماشین زیر پات مهم نیست، لباس تنت مهم نیست، هیچ چیزی که به این دنیای فانی ربط داره اصلا مهم نیست. مهم این آگاهیه که با خودت از اینجا میبری و این آگاهیه که با خودت حمل میکنی و اینو در تمام لحظات، حتی زمانی که این جسمو ترک کنی، این آگاهی رو با خودت حمل میکنی و داریش. پس سعی نکن بگی آقا جسممون رو سالم نکنیم زیر خاک. جسمت سالم میره زیر خاک، ولی اگر نتونی اون اعتیاد و اون دود و اون چیزا رو از بین ببری، دوباره برمیگردی و توسط یک جسم دیگه دوباره باید تجربه کنی. پس سعی کن این آگاهیه، سعی کن این کانشسنسی که خداوند داره برات جاری میکنه رو دریافت کنی و او هر لحظه داره براتون جاری میکنه و هر لحظه میگه فرزند من بیا بغلم بیا بغلم و بیا پیش من داره صدات میزنه هر لحظه، همیشه. ولی شما متوجه نمیشی و اومدی اینجا که متوجه بشی دیگه دوباره، چون قبل از اینجا متوجه شده بودی، اومدی اینجا که دوباره متوجه بشی. آره من باید از این به بعد ویدیوها رو زیر 3 دقیقه بگیرم، پروردگار گفت الان. حالا تو زیر 3 دقیقه ها من دیگه به شما توضیح میدم که داستان چیه. قربونت عزیزم، مراقب خودت، خوبیات باش و میبینمت دیگه.